به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. بار دیگر به سلسله برنامه‌های در سفره قرآن خوش آمدید. بیاید این لحظه ها باز در اطراف این سفره بنشینیم و از چشمه زلال کلام حق تعالی سیراب شویم. این نوبت بیاید در اطراف آیه 70 سوره انبیا کمی تأمل نماییم. و تعالی در این سوره مبارکه فرموده و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. با او کید خواستند، نیرنگ خواستند و ما آنها را از زیان دیده ترین ها گردانیدیم. آنها کی بودند و به کی کید و نیرنگ میخواستند بیانش خواهد آمد. دوستان گرامی، پیش از بیان نیرنگ آن نیرنگ کنندگان و چگونه برباد و بیهوده شدن سعی آنان، بیایید به این نکته قرآنی تاکید نماییم و آن را دانسته بگیریم که سنت الهی، قانون آفرینش در هستی چنین است که در مقابل هر اصلاحگر دعوتگر دشمنانی هست که میخواهند به آن اصلاحگر، به آن دعوتگر زیان رسانند. حتی سعی و تلاش میکنند تا آن دعوتگر را نابود سازند. و سنت الهی در شأن این گونه دشمنان دعوتگران، آنانی که در راه دعوتگران و اصلاحگران نیرنگ می سازند، کید می کنند، قصد زیان رساندن می کنند، سنت الهی این است که همیشه به خسارت و زیان و ناکامی روبرو می شوند و در دنیا و در آخرت به زیانها گرفتارند. بیایید این حقیقت قرآنی را در قصه حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل الله ببینیم که این آیه‌ای که در آغاز برنامه تلاوت شد از میان داستان این پیامبری بزرگوار است. خلیل الله علیه السلام هنگامی که قوم خود را به دین حق، به دین توحید، یکتاپرستی دعوت کرد، این قوم سرسخت با او مجادله می‌کردند، در دین و آیین نیاگان خود تعصب می‌ورزیدند و نپذیرفتند و نهایتاً حضرت ابراهیم آنگونه که قرآن حکایت می‌کند بت‌های آنها را شکست. و چون ابراهیم علیه السلام بت‌های آنها را شکست، با غضب آمدند و تهدید کرده گفتند قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. یعنی گفتند ای قوم، اگر شما ابراهیم را برای اینکه بت‌های شما را شکست جزا دادنی باشید، پس او را بسوزانید، در آتش افکنید. ببینیم که ابراهیم خلیل الله به آنان دوستی کرده ایستاده است، شفقت کرده ایستاده است. آنها به ابراهیم دشمنی میکنند. خلیل الله علیه السلام میخواهد این قوم را از آتش نجات دهد، اما این قوم میخواهند ابراهیم را به آتش اندازند. ولی دوستان گرامی، جهل و تعصب و کبر و غرور تا به این حد میرسد که انسان آن نفری که برایش نیکی میخواهد، هدایت میخواهد، راهنمایی میخواهد، نجات میخواهد، تا این حد او را بد میبیند و دشمن میپندارد، با او دشمنی میکند و میخواهد زیان و ضرر رساند، حتی در راه زیان رساندن به او و نابود ساختن او هیچ گونه خرج و صرف مال را دریغ نمی‌دارد. دوستان گرامی، این شکل برخوردی قوم ابراهیم علیه السلام با او چیزی جدیدی هم نیست و نباید چیزی تعجب آور باشد، زیرا این سنت الهی در آفرینش است. این قانون هستی چنین است. همیشه اهل باطل با اهل حق در نبردند. همیشه پیروان شیطان با پیروان خداوند رحمان مبارزه میبرند. هر یک هدفی دارد، میخواهد به هدف و مقصدش رسد. یکی میخواهد دین شیطان، مذهبی شیطان، آرزو هوس شیطان، نقشه شیطان پایدار باشد، یکی میخواهد دین خدا پایدار باشد. بنابراین هدفهای این دو طایفه، این دو گروه با هم در تضادند. بنابراین در میدان حیات همیشه در مبارزند. اگر به اصطلاحات امروزه گیریم، قوم ابراهیم گفتند این جوان افراطی شده، این میخواهد فرهنگ بیگانه که توحید نام دارد در این جامعه پهن کند و میخواهد فرهنگی که ما از نیاگانمان به میراث گرفتیم، از بابا و اجدادمان به ما رسیده، فرهنگ بت پرستی، میخواهد این فرهنگ را از میان ما برد. طعنه بر تاریخ و بر فرهنگ ملت زده ایستاده است. این نفر افراطی است، این را باید در آتش انداخته شود. جزای این افراطگر این است که سوخته شود.
آنها فعلا خندق کندند و دیوار بنیاد کردند و هیزم جمع نمودند و در حقیقت آتش بزرگ افروختند و خواستند ابراهیم را بر این آتش اندازند. اما خداوند ابراهیم و آفریدگار او و آفریدگار این آتش چیز دیگر می‌خواست. و چون خلیل الله را به آتش انداختند، خداوند به آتش امر کرد و گفت: قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. به آتش گفتیم ای آتش سرد و مایه سلامتی باش برای ابراهیم. آتش که موجود و مخلوق خداوند است. خداوند این موجود را برای منافع بندگانش، برای منافع بشر آفریده و در او خصوصیتی سوزانیدن نهاده است. در این لحظه این خداوند، این خالق آتش که این خصوصیت را برای آتش عطا کرده داده است، خواست این لحظه این خصوصیت را از آتش سلب کند. گفت ای آتش ابراهیم را نسوزان. نه تنها نسوزان، نه تنها سرد باش، بلکه مایه سلامتی باش. یعنی نه چندان سرد شو که ابراهیم از سرد احساسی ناراحتی کند، بلکه چنان فضای راحت فراهم باید شود که ابراهیم نه از گرمی و نه از سردی ناراحت نشود. یعنی این لحظه بود که حاکم این مملکت، پیشوای این قوم نمرود با همه لشکرش ناکام گشت، در خسارت گرفتار شد و اینجا خلیل الرحمن یک فرد تنها بود ولی خداوند همراهی او بود، به پیروزی رسید. و خداوند عزوجل داستان این نمرود را با ابراهیم علیه السلام خلاصه کرده در این آیه. فرمود که و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. آیه‌ای که در آغاز برنامه به سمع شما دوستان رسید. و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. و آنها به ابراهیم علیه السلام کید یعنی نیرنگ خواستند، دسیسه خواستند و ما آنها را از زیان دیده ترین ها گردانیدیم. یعنی چنان زیانی دیدند که گویا هیچ زیانی برابر به زیان آنها نبود. چنان زیان دیده ترین شدند که هیچ زیان دیده برابر آنها نبود. اصلا خسارت این واژه در زبان عربی به معنای زیان دیدن در تجارت استفاده می شود. وقتا تاجر سعی می کند، تلاش می کند، مال خرج می کند، سفر می کند، کدام کالای می بیارد و سودا می کند و فایده نمی بیند، برعکس زیان می بیند، می گویند تاجر خسارت دید، به خسارت روبرو شد. این قوم نیز به خسارت گرفتار شدند. این همه سعی و تلاش، این همه بنیادی خندق، این همه افروختن آتش، این همه جمع‌آوری مردم، این همه کید و دسیسه و نیرنگ سازی علیه ابراهیم علیه السلام همه بیهوده و برباد شد. هم بت‌های خود را از دست دادند و هم این سعی و تلاش و این مهنت و زحمت برای افروختن آتش، هم زیانی دنیا دیدند و این چنین زیانی آخرت دیدند. بنابراین زیان دیده ترین ها گشتند. دوستان گرامی، در این آیه بظاهر کوتاه و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، خداوند داستان نمرود و لشکر نمرود و همه سعی و تلاش او را و برباد شدن این همه سعی و تلاش را و این چنین داستانی به پیروزی رسیدنی اصلاحگر را، حضرت ابراهیم علیه السلام را خلاصه کرده. خلاصه نبرد حق و باطل همین است، عوض نمی شود. همیشه اهل باطل به ناکامی، به خسارت روبرو می گردند و همیشه اهل حق به پیروزی می رسند، یا به پیروزی در دنیا یا به پیروزی در آخرت. دوستان گرامی، در طول تاریخ چه بسا نمرود و نمرود صفتان، فرعون و فرعون صفتان زیاد در صحنه این حیات آمدند و چه بس تلاش ها کردند، چه بس شب و روز سعی و تلاش ها کردند برای نیرنگ بافتن، برای دسیسه کردن به اهل حق، نسبت به اصلاحگران و دعوتگران زیان رسانیدن، آنان را نابود کردن. چه بسا مال ها خرج کردن در این راه و چه بسا زحمت ها کشیدن، اما همه آن صرف مال و آن صرف وقت و زحمتشان برباد و بیهوده شد. هنوز قرآن پایدار است، هنوز پیامبر صلی الله علیه و سلم در چشم و قلب مردم عزیز و گرامی است، هنوز چراغ اسلام فروزان است و فروزان خواهد ماند.
دوستان گرامی، این سنت الهی را که دین حق همیشه پایدار خواهد ماند و اینکه دسیسه کنندگان همیشه به ناکامی و خسارت روبرو خواهند شد، علامه اقبال فیلسوف شرق در بیت‌های زیبا نظم کرده گفته: امت مسلم ز آیات خداست، اصلش از هنگامه قال و بلاست. از اجل این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی. تا خدا ایطفئوا فرموده است، از فسردن این چراغ آسوده است. در حفظ و امان خداوند باشید.